ترسناکترین چیزایی که توی یخ پیدا کردن. بریم ببینیم. اولیش توی آرژانتینه که یه مومیای دختر 500 ساله است. پرام فکر میکنم تا الان باید اعضای بدنش مثلا یه سری جاهاش سالم باشه، نمیدونم. توی روسیه یه ویروس 48,000 ساله پیدا کردن که داداش تو رو خودت دست نزن، فقط الان همینو کم داریم. کانادا یه بچه ماموت 30,000 ساله است که اینم چه جالب خیلی جاهاش سالم مونده. بعدی سه جعبه ویسکی که مال کیه؟ مال سال 1745. اوکی، به نظرم تا الان ویروس همه ترسناکتر بود و خیلی خطریه. شما تو کامنت رو بنویسین که نظرتون کدوم همه عجیبتر و ترسناکتر بود. یه کشتی دزدای دریایی 150 ساله، اینم باحال بود. فرانسه یه بسته نامه دیپلماتیک، این زیاد جالب نبود.